از تجدید و از نوسازی و با استفاده دادن باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی چند ماه سپری گشت، ولی انبوه زیادی مردم همه وقت، همه روز، همه ساعت به نظر می رسد در این باغ فرهنگی فراغتی که این همه دلالت از آسایشتگی کشور می دهد و ما نیز تصمیم گرفتیم این شام را همراه ساکنان پایتخت در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی پشت سر سازیم. اطمینانم کامل است که شما در این سیر ما را همراهی خواهید کرد. بیننده عزیز، اینک اگر آماده باشید برویم وارد باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی رفتیم. برابر وارد شدن به این چمنستان زندگی احساس می شود. واقعا باغ‌های معطر، هوای تر و تازه، محیطی آسایشته و سیری شامگاهی ساکنان پایتخت. و امروز ما تصمیم تصویر این زیبایی داریم. گمان میکنم شما نیز ما را همراه هستید بیننده عزیز در این شام پرنکهت، در این چمنستان پر از مهر و محبت. اطمینانم کامل است که با چند تن از ساکنان پایتخت در این باغ صحبت انجام خواهیم داد. اینک می رویم. السلام علیکم، شامتون بخیر باشد. سلام. صابرزاده فاروق هستم از تلویزیون سفینه. بیا چی نوست میشویم؟ رحمان علی هایت. رحمان علی از کجا؟ از ورزاب. از ورزاب. خب سیری شامگاهی دارید همراه اهل اویله. باری اول است در باغ فرهنگی فراغتی باری صدرالدین عینی. باری اول اومده بریم. چگونه تجدید و از نوسازی به شما پسند آمد؟ خوب است. بعضی من هم آباد شروع برای خلقی عزیز ما هم آباد شده و با منطقه ورزاب که نزدیک است شما زود گمان میکنم از این پس میروید با سیر آسایشته به شهر دوشنبه. فقط تیز میبینم من کودکا هر بگاه همینجا یک بار اومده با دوم باره که تیز بیام همینجا تماشا کنیم. یعنی که با فرزندان پسند آمد. تشکر به شما. شما بخیر میگویم. استراحت خوش. رحمت. شامتون بخیر باشد. این برنامه شام دوشنبه است از تلویزیون فرهنگی تاجیکستان سفینه. خب بعدی از نوسازی و تجدید باری اول است که در باغ صدرالدین عینی همین گونه؟ بله. چگونه تاثیرات شما از این باغ؟ زیباترین، بهترین باور کنید. خیلی چیزامون خوش شد. بهترین چی میگن شما؟ الهام تازه گرفتیم. این بهترین چای تازگی را بی بازیبی را بی این روشنایی را بی درخت‌ها شروع شدن همه سبزکاری گلو را بی این بهترین چیز دیگه. و گمان میکنم این همه با تشبث استقلالیت و وحدت و یکدلی است که امروز تاجیکستان عزیز روز به روز زیباتر و به سرعت کیهانی در حال رشد است. تشکر. استراحت خوش به شما. شامتون بخیر. شامتون بخیر باشد. این برنامه شام دوشنبه است از تلویزیون سفینه. سیر شامگاهی دارید همراه اویله. آفرین. درست. شما باری اول است در این باغ اول است. بعد که شده شویش. چگونه دریافتید همین تجدید و از نوسازی ها را؟ خیلی زیبا راحت کرده سیر و گشت کرده گشتیم در این شام دوشنبه. تازه پاکیزه همه با همین گلزارهای سفید و سبزه ها و گلهای هر نمود و استاد که به حد خوب هستند در همین منظره زیبا استاد ماندن که یک انسان هایی که
همین استاد نام ششندگی هستند روز تولد و از شعرهای غزلهای استاد با درک میشوند. از خدمت‌های استاد خدمت‌های صدرالدین عینی برای توجیکان برای زبان توجیکی خیلی زیاد است. درست است. درست همین رو قدردانی کردن که استاد رو همچون قهرمان خلق توجیک اعلام. درست اعلام گفته شما هم سخنرانی کردید برای چی که استاد صدرالدین عینی به حد در زبان علم و ادبیات توجیک به حد دستاوردهای به حد بسیار دارند. برای هم جوانای حاضر زمانی ما که بسیارتر همین زبان و ادبیات که بسیارتر خوانند همین از دستاوردهای استاد اول اینجا اومده شناس میشوند بعد رفته با کتابخانه ها رفته مشغول میشن. سلامت باشید. با شما استراحت خوش. تشکر. رحمت سلامت باشید. زنده باشید. سلامت شامتون بخیر باشد. چگونه دریافتید این شام این باغ رو؟ بسیار وقتم ما کار راستی گپ مانده شدگی برآمده بودیم. وقتی که اینجا اومدیم خستگی برطرف شد. بسیار ساقین بسیار تازه و زنده. از تجدید و از نوسازی میخوام پرسون شوم و از تاثیرات شما از این باغ. بسیار خرسندم. من بسیار میگذاشتم میدیدم چه خیلی درخت‌ها وای بود خیلی خراب از دیدم. برای همین خیلی ده گم میشود. همین که من میخوای گلها رو میخوای تازگی اینم و ببین چه خیلی سبزه نقص. و اکنون از ما چی میباید از ساکنان پایتخت؟ بله باید که این همه رو مخصوص همین جوانان باید احتیاط کنند. تازگی را احتیاط کنند. خب این چون برنامه شام دوشنبه است باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی یک گوشه دوشنبه شهر است. میخوام از آبادکاری ها کلان در دوشنبه شهر از شما پرسون شوم چگونه است امروز دوشنبه شهر ما؟ دوشنبه بودید هر یک کوچه و هر یک گوشه‌اش وجود آبادی و از نوسازی خیلی آشناهای بلند آشنا ساخته شده. این همه باعث افتخار هم است. البته. سلامت باشید. به شما استراحت خوش. شامتون بخیر باشد. تشکر از شما هم. چگونه خوب میخوام که از تاثیراتتون پرسون شما. وقتی که از همینجا پیشتر میگذشتیم واقعا هوس میکردیم که یک همین خیلی باغ زیبا در حقیقت جای یک سیر و گشت مردم همینجا باشد. چون که بعضا وقت من همین خوجند میرفتم کمال خوجنده دیده هوس میکردم آرزو میکردم که یک روز خدا رساند که همین استاد عینی هم همین طور شوند و شاید همین نیت‌های ما هم یک کمک شد چی شد که شکر خدا جامعه عمل پوشید که من با دستگیری به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت کشور رئیس شهر بسیار یک جای آباد زیبا بسیار یک جای سیر و گشتی مردم گشت. خیلی مردم زیاد سیر و گشت دارن استراحت دارن چه خوش آبادی کشور خیلی خوب است. خب امروز با قطاری مثلا باغ صدرالدین عینی باز در دوشنبه شهر نوسازی ها و آبادکاری ها خیلی خوب به نظر میرسه. بله. در مورد این هم میخوام همراهتون صحبت داشته باشم که چگونه است دوشنبه این ساله از چند سال قبل فرقیتش داره؟ اگر واقعا باز همون آرزو رو برگردیم وقتی که یگان کشورها میرفتیم ما هوس میکردیم که دوشنبه ما کی همین خیلی میشه. امروز ببینید چی گلگشت ها اگر ما باقی فرض کردیم رودکی گیریم باقی فردوسی گیریم گلگشت های زیاد گیریم پیش اون وگزل ایستگاه راه آهن ببینید خیلی یک خوب راه های ما پیشتر خیلی بود اگر کمتر برف میبرید نمیدونستید کجا میرید از کجا میبرید شاخه خم شده همه. امروز بسیار یک آبادی یک ترقیات کمونیکاسیون شهر ببینید من یاد دارم
5 سال 6 سال پیشتر چه خیلی کوچه ها با آب میشد، همین ماشین که داخل آب کتی میگذاشتیم. حضور شکر خدا خشک خاک همه جا خوب. آبادکاری در حقیقت بسیار و امیدم هم کلان است که انشالله در سالهای نزدیک دوشنبه ما در بین یکی از شهرهای زیباترین مانند فرض کردیم دبی و استانه و میگوییم یا که الماتای اونجاها حتی پیش رفتنش هم ممکن است و همین دستاورد همین باید که همین مردم شهر نفرایی که در شهر زندگی میکنن ساکنان شهر دوشنبه نگاه داشته توانند برای کودکاشون فرزنداشون وقتی که گلگشت میبرند برای کندن گل یا یک ما میگیم که پرتافتن موسی پرتافتن باید همینه همه طرفه باید نگاه داریم. این هم معجزه است برای ما، این طبیعت، این هوای این صافی و تشکر از دیدارتون، خیلی شاد هستم. زنده و سلامت باشید، به شما صورت خوش. زنده باشید برای کار. شامتون بخیر. شما بخیر. سلامت باشید. Добрый вечер. Добрый. Это передача «Вечерний Душанбе». Ой, как хорошо. Как вам сегодняшний вечер? Прекрасен. Вот пришли первый раз посмотреть. Первый раз? Да, вот посмотрели. Как вам новый? Новый парк? Парк. Я 20 лет здесь рядом работала. Был, конечно, запущен. Сейчас прекрасный. Только лишь бы вот единственная просьба, чтобы никто ничего не сломали, не потоптали, не повырвали, не поломали. Мы тоже надеемся на это. Вот. Спасибо вам, приятного вечера. Ага, спасибо и вам. عجیب است زندگی و آدمیزاد و فلسفه زندگی هم همین گونه بوده است. از یک در وارد میشوی و از در دیگر برون. ولی مهم که در این فرصت کاری را به نفع جامعه انجام بدهی. استاد زنده‌یاد سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی در فرصتی که در دست داشت
бисёр корҳоро анҷом дод ба нафъи ҷомеа, ба нафъи забону адабиёт ва ба нафъи миллати тоҷик. пас мо низ ҳар рӯз аз худ бипурсем ки агар мардем имрӯз чӣ хидмате ба мардум кардем. бо ҳамин шиёр бо шумо то шоми дигар хайру хуш мекунем, зеро ки аллакай шом пушти сар шуду шаб моро дар оғӯши худ гирифт. пас ба шумо шаби хушро бо фароғат таманно мекунем. хайр азизон, шабатон хуш. кифоя.